خواستم که امروز جمع شویم ژورنالیست ها را در جریان قضایای افغانستان قرار بدیم. همچنان شما در جریان هستین که از طریق صفحات مجازی مشاهده میکنین که تظاهرات بر حق زنان افغانستان توسط طالبان با گلوله جواب داده میشه و اونا کشانده میشن به زندان، شلاق زده میشن. و همچنان دیروز در دره زیبای پنجشیر طالبان چندان پیروزی به دست نداشتند، تنها یک سرکی که منتهی میشه به آخر پنجشیر در اختیار طالبان است که از 33 ولایت افغانستان جمع حامیان بین المللیشان که اینا را حمایت میکنن به یک دره زیبا هجوم آوردن. من فکر میکنم که یک تعداد از کشورها هنوز هم انتظار هستند که عمل وحشیانه از اینا را تقبیح نکنند. بناهن طالبان در این دره ضربات زیادی را توسط نیروهای مقاومت افغانستان متقبل شدند. بعدا این گروه جهل اطفال، پیرزنان و جوانان را از خانهشان میکشه و به تیر میبنده و گلوله باران میکنه. من آرزومند هستم که دنیا در این راستا به تفاوت قرار نگیرند. بناهن کسانی که دیروز تهدید به منطقه و افغانستان و جامعه بین المللی بود امروز در رأس قدرت قرار گرفتند. در این راستا اگر ژورنالیست های محترم سوالی داشته باشند من در اختیارشان است. Анушервон Урифи, Karen Time TV. Як саволи дорам ки ягон тамоси ҳаррӯза бо Панjшер доред шумо чӣ аст, чӣ хабарҳои ахир аст аз Панjшер? Ташаккур Аҳмад. در پنجشیر حالت نظامی هست. اکثریت خانواده ها دره زیبای پنجشیر را ترک کردند، بلکه در نواحی کوهی پنجشیر جابجا شدند. نیروهای مقاومت در مواضع خود مستقر هستند. هیچ نوع مشکلی فعلا در اونجا وجود ندارد. من باور دارم که با گذشت زمان طالبان خود فهمیدند که دره پنجشیر خیلی یک دره هست و در برابر تهاجم بیگانه چطور میتونه که مقاومت بکنند. من باور دارم که در دره پنجشیر تنها این مقاومت خلاصه نمیشه، بلکه آهسته آهسته به سایر ولایت های افغانستان انتقال پیدا میکنه. اسکندر فیروز، رادیو آزادی. جناب آقای سفیر، لطفا میگفتید کاربران سامانه آزادی خبر میدهند که 80 خانواده از بدخشان افغانستان و تاجیکستان گذشتند، ولی مقامات تاجیک در نهایت آنها را باز به نیروهای طالبان تسلیم کردند. آیا شما اطلاع دارید در این باره و اصلا وضع پناهندگان را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ پناهندگان افغان به تاجیکستان. من یک بار دیگر از دولت تاجیکستان قدردانی میکنم که مطابق به قوانین بین المللی، مطابق به قوانین انسانی در برابر مهاجرین برخورد صورت گرفته. یک تعداد از مهاجرینی که در نقطه صفری که مربوط تاجیکستان نمیشه آمدن اونا در اوجا گیر ماندن. امیدوار هستم که تماس هایی که ما داریم اون مشکل هم حل شود. ارشاد سلیمانی آسیاپولوس. جناب سفیر، دیشب جبهه مقاومت ملی در پنجشیر یک خبرنامه نشر کرد که در پنجشیر طالبان دست به نسل کشی میزنند و از جامعه جهانی خواست که فوراً در این مورد موضع‌گیری کنند. تا کجای این خبرنامه، این اعلامیه واقعیت داشت و در واقع آیا حرفی از نسل کشی هست در پنجشیر از سوی طالبان؟ من فکر میکنم که طالبان به هیچ نوع حقوق انسانی احترام ندارند. این برخوردشان تنها در پنجشیر نه، بلکه در دایکندی و هرات همگی مشاهده میکنم. من امیدوار هستم که سازمان های حقوق بشر که نظارتگر اصلی هست این موارد را به جهانیان انعکاس بده. سلام علیکم. سهراب زیا، تلویزیون فارسی BBC. جناب سفیر، از طرف افراد متعدد و منابع متعدد ادعا می شود که احمد مسعود گویا به تاجیکستان فرار کرده و خیلی از همدیاران خود در اون قتلگاه به اصطلاح اینا گذاشته. از جمله پسر فهیم در حساب توییترش همچنین یک ادعا کرده. در مورد امرالله صالح هم همینطور خبرهای زید و نقیص خیلی زیاد هست.
چند نشریه هندی نوشتن که گویا او 2 بار به تاجیکستان فرار کرده باشد. میخواستم در این قضیه شما لطف کنید روشنی اندازه. ما فکر میکنم که فرار در قاموس مقاومتگران نیست. اگر اونا فرار میکردن در روز اول تمام شرایط را داشتن فرار میکردن. اونا نه سنگی را به سینه زده بودن مانند دکتر اشرف غنی که رئیس جمهور کشور بود و نه رئیس جمهوری بودن و نه وزیری بودن نه سرداری بودن، بلکه احساسشان نسبت به کشورشان، نسبت به مردمشان، نمایانگر محبتشان نسبت به افغانستان بودن. همرلای صالح دوامدار با اونا در ارتباط هستند. اونا فعلا سرپرستی ریاست جمهوری افغانستان را به دوش دارند، در داخل خاک افغانستان در پنجشیر قرار دارند. چیزی را که شما تذکر دادین که فرزند مارشال فهیم در صفحه فیسبوک خود نوشته کرده که گویا احمد مسعود پنجشیر را ترک کرده و فرار کرده، فکر میکنم که این حرف درستی نیست و این قضاوت درستی نیست. جوانی که در هیچ سمت حکومتی قرار نداشت و امروز با افتخار در رأس جبهه مقاومت قرار داره و در دفاع از مردم افغانستان است. ولی ضرورت است که بسیار این ضرور نیست که رهبرای مقاومت و حکومت را هر کس باید ببینه و هر کس در این شرایط اساس با اونا دسترسی داشته باشه. در این اواخر دشمنان افغانستان با ستلایت ها و تلفن ها شرایط را پیدا کردند و میتونستند که محلات رهبران مقاومت و دولت اسلامی افغانستان را تثبیت بکنند. به این اساس کمتر رابطهشان در سطح صفوف کمتر است و این سر صداهایی که برآمده این اساس ندارد. جناب سفیر عبدالرحمن رحمانов هستم از خبرگزاری اوستا. خب معلوم که شما حکومت طالبان را قبول ندارید و خود تا کی اینجا ماندنی هستید شما تا چند؟ اگر هر گروه شورشی در هر کشور بیای قدرت بگیره و باز بسیار به سادگی به عنوان حکومت پذیرفته شود، فکر میکنم که این حالت باز دامنگیر تمام دنیا میشه و نظم جهانی را برهم میزنه. بناهن ما تابع قوانین ملی و بین المللی هستیم. قانون افغانستان حکم میکنه که اگر رئیس جمهور فراری شد، مریض شد و یا مفقود الاثر شد، جانشینش موجود است که را قانون حساسی ما حکم میکنه. بناهن تابال حکومت طالب ها را هیچ کشوری به رسمیت نشناخت و ما از جامعه جهانی تقاضای محیز که این امتیاز را به طالبان ندهند. طالب ها به ایجاد یک حکومت ملی اعتقاد ندارند. طالبا به حق حقوق زن اعتقاد ندارند. طالبا میخواهند که تمام موارد از راه تفنگ و زور حل بکنند. اگر امروز دنیا در رابطه به افغانستان توجه نکنه، با صراحت گفته میتونیم که این امکانات نظامی که با قیمت 85 میلیارد دلار در اختیار طالبا قرار گرفته و این خطر بزرگی است برای دنیا. باز دو سوال دارم با اجازه شما. یکمش که پرسیدنی بودم همین رهبریت طالبا با شما تماس گرفتن، یگون پیشنهاد کردن، یگون تهدیدها کردن با شما یگون؟ ما با طالبا وقتی داخل صحبت خواست شدم که طالب ها به قوانین بین المللی، به قوانین انسان، به قوانین جامعه بشری، به حقوق زن، به حقوق کودک احترام قائل باشند. تا وقتی که طالب ها به این اصل احترام نکنند به هیچ وجه با طالبا حاضر نیستم که داخل صحبت شوم. مردم افغانستان در همین کوچه ها برآمده عیبدار میکنن کشور پاکستان را در همین مسئله. شما یگانش گفته میتوانید؟ تظاهرات حق مشروع مردم است. آزادی بیان حق مشروع مردم است و به جاده برآمدنها حقوق خود را خواستن حق مشروع مردم است. بناهن همسایه هایی که گل میپاشند مسلماً روزی به سرشان گل پاشیده میشه. همسایه هایی که بم میفرستند، وحشت میفرستند، مطمئن باشند که اون وحشت دامنگیر از او میشه. من سخت متاسف هستم که رئیس استخبارات پاکستان به افغانستان آمده، وقتی که از پیشش سوال میکنند که هدف سفر شما چی بود، بسیار جالب تشریح میکنه که به خاطر تحکیم روابط اقتصادی سرحدات. بناهن معلوم است که این یک مداخله مستقیم در امور افغانستان است، در حالی که ما روابط نهایت حسنه، صمیمانه، فرهنگی، زبانی، اسلامی با مردم پاکستان داریم. امیدوار هستیم که سیاستمدارای پاکستان در این راستا توجه بکنند و تغییر موضوع بدن.
سلام سفیر محترم، فتحالدین زمانی هستم از تلویزیون دولتی تاجیکستان و سوال من این است که تا امروز به جبهه مقاومت از جانب نیروهای خارجی، دولت‌های همسایه و یگان از دولت‌های دنیا یگان کمک نظامی انجام گرفته است، یعنی کمک نظامی مثلا داده شده است؟ من نهایت خوشحال هستم که بعد از گذشت 20 سال 24 سال یکی از رهبران ایالات متحده امریکا گفتند که مسعود بزرگ این خطر تروریسم 24 سال قبل تشریح کرده بود، ولی ما با حرفش کمتر توجه کردیم و بالاخره نتیجه شدیدیم که کاخهای بلند امریکا فرو ریخت. بناهن جنگ در افغانستان بین افغانها نیست، کی را به اشتباه نگیریم. اگر دنیا در این راستا همکاری میکنن و متوجه میشن، من فکر میکنم که بشر را نجات میتن. امروز او خانمی که به شلاق زده میشه، او خانمی که حق صدا برآوردن را نداره، اون کودکی که به تیر بسته میشه، در برابر از یکی پاسخگو هست. اگر منطقه و جهان متوجه این عمل نشن، من باور دارم که این مرضی آیستا آیستا سرایت میکنه به دیگر جایا. من آرزومند هستم که آن چیزی را که طالبان وعده سپرده بودند که ما در افغانستان یک حکومت فراگیر را ایجاد میکنیم، یک حکومت متخصص را ایجاد میکنیم. شما لست کابینه از اینا را بخوانیم. من باور دارم که یک تعداد از اینا 2 کتابم نخوانده. آیا این چرخ حکومتداری را با این ملاهایی که اینا توظیف ساختن اینا میتونن که پیش ببرن؟ در حالی که بالاتر هست 200-300 هزار چهره های نخبه و سرشناس افغانستان، از هنرمند گرفته تا ژورنالیست، از ژورنالیست گرفته تا تکنیکر، از تکنیکر گرفته تا دکتر متخصص، همگی افغانستان را ترک کردن. وقتی که با این برخورد اینا عمل بکنن، من باور دارم که منطقه را متاثر میسازن. من یک بار دیگر تشکر میکنم که جناب عالی امام علی رحمانوف اولین رهبری است که موضع‌گیریش در قبال طالبان روشن است و امروز هم 17 دقیقه راجع به افغانستان صحبت داشتم. من آرزومند هستم که سایر رهبران دنیا هم در این راستا مطالعه بکنن، رقابت‌های کشورهای بزرگ سبب نشه که منطقه در یک پرابلم بزرگ قرار بگیره. زرنگیز محمدالله بخشی در رادیو برونورزی آواز تاجیک در ارتباط با وضعیت مردمی قومی افغانستان میخوام بگویم. اگر خیلی که ما مشاهده میکنیم همه روزه، اگر سازمان حقوق بشر کر است یا کور است و طوری خطی، شما همچون یک کارشناس مسائل سیاسی، همچون یک شهروند افغانستان، نماینده دیپلماتی، شما و دیگر اشخاص انمی کشور به طوری خطی پیشنهاد در سازمان حقوق بشر برای جلوگیری از ارزش امروزه افغانستان به فایده حقوق مردم افغانستان نوشتید، مخصوصا پنجشیر. اصلا همچون نمایندگی دیپلماتی با نمایندگی دیپلماتی دیگر کشورهایی که در تاجیکستان هستند، روی از این مسائل یگان صحبت داشتید برای کمک اقلا اولیه طبی است یا غذایی است یا لباس است برای همه مردم؟ شکر. من نهایت خوشحال هستم که سفارتخانه ها و نمایندگی های بین المللی در تاجیکستان در جریان تمام قضایا هستند. شما حتما از طریق مطبوعات شنیدین که سازمان صحی جهان اعلان کردن که 2000 مرکز صحی در افغانستان در حال بسته شدن است. این خودش یک حالتی است که میرسانه که در اوج حکومت کی هست و اینها چرا بسته میشن. رسانه ها میتونن که این مسئله را پیگیری بکنن و این مسئله را انعکاس بدن و آرزومند هستم که تمام سازمان های بشری در سراسر دنیا توجه خاصی در این قسمت بکنن و حالتی که در افغانستان حاکم است به این وضعیت کمک برسانن. Уважаемый господин посол, сколько беженцев находится сейчас в Таджикистане после того, как Талибан захватил страну? И второй вопрос, действительно ли маршал Дустум находится сейчас в Паншерском ущелье в рядах сопротивления? در قسمت مهاجرین تاجیکستان خانه دوم افغان ها است. هیچ افغانی در اینجا خود را مهاجر خطاب نمیکنه و از گذشته ها تا به حال زندگی دارند. تعداد میایه و تعداد پس میره. بنان گفته میتونم که در اینجا برخورد نهایت صمیمانه با مهاجرین صورت میگیره که از حق حقوقی که یک شهروند تاجیکستانی برخوردار است
او برخورد با یک اتباع افغانستانی هم صورت میگیره. در قسمت از اینکه دوستم کجا هست، تنها جنرال مارشال دوستم نه، بلکه تمام رهبران جهاد و مقاومت، کسانی که به افغانستان اعتقاد دارند، در این اواخر همش جمع میشه. شما شاهد یک شورای بزرگ مقاومت در سراسر افغانستان خواهد باشید. مزبوط قاسموف هستم، محرری سامانه خلوه. جناب سفیر، میخواستم نظر شما را درباره بررسی موضوع افغانستان، خصوصا جبهه مقاومت ملی در تاجیکستان بپرسم. آیا شما به همه مسئله هایی که امروز در تاجیکستان بررسی میشوند در مطبوعات قانع هستید و یا یگان پیشنهاد دارید به ژورنالیستان که برای خوبتر و به منفعت جبهه مقاومت ملی بررسی شدن موضوع ها کمک کنند؟ یعنی ما ژورنالیستان به شما یگان خود توصیه دارید یا نه؟ من فکر میکنم که ژورنالیستان چشم جامعه هستند، هوش جامعه هستند و اعتقاد دارند بر مسلک خود حقایق به شکل درستش انعکاس میتن که خوشبختانه در تاجیکستان همچون یک چیزی را من مشاهده میکنم. دولت تاجیکستان از امروز نه بلکه از گذشته های دور، از مقاومت اول تا مقاومت دوم، موضوعگیریشان یکسان بوده. چیزایی را که رئیس جمهور تاجیکستان در قبال افغانستان دارند، نیات نیکی را که رئیس جمهور نسبت به مردم افغانستان دارند، من فکر میکنم که کمتر رهبرا دارند، حتی کمتر کسانی که در افغانستان است دارند. شهناز کاملزاده، تاجیکستان. دیروز هم وقتی در تجلیل جشن استقلال بودیم، چندین نفر رو میدیدم که میگفتن از شخصیت های حتی مثلا مقامدارای بلندپایه، میگفت که 2 هفته از برای افغانستان فشار هم بلند از پایین نمیآید، 2 هفته از خواب نیست، خواب در چشمانشان نیست، همه چشم به گوش به خبرهای از پنچر هستند. میخواستم به یک نوع رسمی هم سفارت افغانستان این را اعلام کند و بدانند که نه تنها دولت بلکه مردم تاجیکستان هم امروز همدل و همدرد افغانستان هستند. من فکر میکنم هر انسانی که صاحب فکر باشه، هر انسانی که به حقوق بشر، به حقوق انسان احترام قائل باشه، با این تراژدی که در افغانستان حاکم است در پهلوی مردم افغانستان است. در قسمت تاجیکستان من نمیخواهم که حرف بسیار زیاد بزنم. ما با این مردم 1360 کیلومتر مرز داریم. زندگی ما با تاجیکستان با ایجاد حکومت ها آغاز نشده. این زندگی ما یک تاریخ طولانی داره که این نظام ها بر ما نه آورده، بلکه یک خط تعمیلی که دریای در بین ما جدا شده و قلب ما را کس جدا ساخته نمیتونه. من درک میکنم، احساس میکنم اون دردی که در بین مردم تاجیکستان است نسبت بر افغانستان شاید در دل اکثریت وطندارای خود ما نباشه. من مشاهده میکنم که صفحات مجازی را در تمام تاجیکستان وقتی که من میگردم، هر تاجیکستانی که با ما ملاقات میکنن اولین حرفش راجع به افغانستان و راجع به دره پنجشیر است. جناب آقای سفیر، شما در مورد تأسیس قریب الوقوع یک شورای بزرگ با شمول رهبران جبهه مقاومت و مجاهدین صحبت کردید. میشه لطفاً در این باره کمی توضیحات بیشتر بدهین؟ و سوال دومم در مورد تلفاتی هست که در جنگ‌های اخیر به مردم غیر نظامی و مردم ملکی در ره پنجشیر وارد شده. آیا آمار و ارقام دقیقی در این باره منتشر شده؟ و همینطور خیلی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها از به اسارت در آمدن حتی صدها نفر طالب صحبت می شود. اگر اطلاعات در این زمینه ارائه کنید خیلی از شما ممنون میشم. من فکر میکنم که رهبر بودن و رهبر شدن و بزرگ شدن به اسم نیست، بلکه روزهای دشوار یک سرزمین رهبرا را تولد میکنه. جنگی که آغاز شد، شکستی که با یک معامله ننگین توسط اشرف غنی صورت گرفت، جوان 32 ساله پیش قدم شد، رفت در جبهه مقاومت استاده شد و قبل از یه همین خطر را درک کرده بود که همچون یک وضعیت، همچون یک حالت در افغانستان امکان پذیر است. بنان حال ضرور است که ما این مرکز مقاومت خود را وسعت ببخشیم. ضرور است که چهره های بانفوس، چهره های مطرح افغانستان را زیر نام یک شورا جمع بکنیم تا مرکز مقاومت افغانستان در سراسر افغانستان به کار خود آغاز بکنند. مسلماً معلوم است که
مرکز مقاومت افغانستان پنجشیر است. در قسمت تلفات آماری را که از دیروز بر شما میگم، یک منطقه را در پنجشیر به نام مرز پنجشیر میگن که اونجا زادگاه مارشال صاحب قسیم فهیم است. 2 رنجر طالب ها کمین میخوره و سرنشیناش نابود میشه. بعدا طالب ها به خانه هجوم میبرن، از هر خانه هر کسی را که پیدا میکنن دستایش بسته میکنن، به تیر میبندنش. دیروز تنها در امو قریه که قریه همجوارش در حدود 30 نفر را اینا به شکل دست جمعی گلوله باران کردن. به حین ترتیب در رخای پنجشیر، به حین ترتیب در هرات، به حین ترتیب در دایکندی. موفقیت جبهه مقاومت در این هست که صدای برحق در دنیا بلند ساخته. آن چیزی را که طالب ها عنوان کرده بودن به زعم خودشان که ما اعلان حفر کردیم، در حالی که اونا از مردم معذرت بخواین، حتی از مقبره قهرمان ملی افغانستان پاهایشان میلرزه. شما دیدین که در و دروازش را تخریب کرده. در پنجشیر خانه ها را آتش زده. تعداد طالبان از 33 ولایت افغانستان، جمع حامیان بیرونیشان، جمع تروریستای بیرونی بالای پنجشیر اینا حمله کردن و فعلا حضور دارن. من باور دارم که تلفاتشان به نهایت زیاد است که اونا دست به جنایت بشری در قریه و قصبات پنجشیر زدن و من باور دارم که اون درها تسخیر ناپذیر است. اون درها به سادگی فتح نمیشه، بلکه هزاران جوان افغانستانی تنها از داخل افغانستان نه، بلکه از سراسر دنیا کدمه در تماس هستند، آماده هستند که در جبهه مقاومت افغانستان برن دفاع از افغانستان و عقاید خود بکنن. تشکر میکنم از همه‌تان.